خب باید بگم که داریم کم کم به تعطیلات عید نوروز نزدیک میشیم و کلی از بچه‌ها پولاشون رو جمع کردن که نزدیک عید واسه خودشون یه پیسی جمع آوری کنن که بتونن توی تعطیلات واسه خودشون یا دوستاشون یا فک و فامیلشون بتونن بازی کنن و عشق و صفا کنن. اما بچه‌ها یه مشکل و معضل بزرگ باش هستش وجود داره که بچه‌ها اکثر بچه‌ها باید بگم که باش مواجه میشن و بهش دقت نمیکنن و اونم اینه که تمامی هزینه‌هاشونو میارن و کلا صرف خرید کیس کامپیوتر میکنن و هیچ پولی رو واسه خریدن مانیتور نمیذارن. این معضل چطوری به وجود میاد بچه‌ها؟ دو تا دلیل داره. یا شخص مورد نظر اون دوست گلمون قبلا یه دونه پیسی داشته و وقتی که پیسی قدیمی داریم بچه‌ها مطمئنا یه چیزی مثل مانیتور، موس، کیبورد، هدفون و اینجور چیزا واسهتون میمونه و جای نمیره. پس اینا هستن و طرف پیش خودش میگه خب من یه کیس جدید خریدم، بذار کیس بهتر میخرم، این پولو میذارم رو کیس که بتونم کیس خفنی بردارم، بتونم بازی‌ها رو با کیفیت بالا بازی کنم. مانیتور رو که دارم رو هم مانیتور بازی میکنم. یا اصلا یه حالت دیگه هم که داره اینه که طرف اصلا تا حالا کامپیوتر نداشته و چیزی زیادی نمیدونه در مورد کامپیوتر. پیش خودش میگه خب من یه کیس خفن واسه خودم برمی‌دارم، مانیتور چیز مهمی نیست، یه مانیتور خیلی ساده‌ای واسه خودم میخرم ارزون قیمت، روی همون بازی میکنم واسه خودم. من که نمیخوام زیاد مثلا رزولوشن خیلی بالا 4K یا چیزی بازی کنم که هزینه‌های خیلی زیادی کنم. من میخوام 1080 بازی کنم یا چیزای دیگه، پس لازم نیست برم مانیتور خیلی گرون قیمت بخرم. و مشکل اینجا بروز میکنه بچه‌ها. و الان میخوام بگم که مشکلش چیه. فقط قبل از اینکه بچه‌ها بریم سراغش باید بگم من یه مفهومی رو توضیح بدم که واسهتون جا بیفته و بعد بریم سراغ این موضوع. بچه‌ها توی موقعی که میخوایم بریم مانیتور رو بخریم، روی جلد مانیتورها یه چیزی هستش، یه عدد وجود داره و یه حروفی به اسم H و Z کنارش نوشته شده که بهش میگن هرتز. و این عدد بچه‌ها متفاوته، ممکنه 60 باشه، 70 باشه، ممکنه 120 باشه، 144، 165، 180، 260، 360 عددها متفاوته بچه‌ها. این عدد نشون میده چی بچه‌ها؟ این هرتزی که گفتین یعنی چی؟ مثلا روش نوشته 60 هرتز، 80 هرتز، 120 هرتز. این هرتز یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی نرخ بروزرسانی تصویر توسط مانیتور در 1 ثانیه رو نشون میده. یکم تعریفش خیلی آشنا به نظر اومد. داره بچه‌هایی که ویدیو FPS رو دیده باشن، چون اونجا کامل توضیح دادم در مورد FPS چطور وجود میاد. تعریفش دقیقاً هرتز شبیه FPS شد. پس میتونیم توی ذهن خودمون بچه‌ها این کارو بکنیم، بگیم آقا هرتز مساوی با FPS. پس وقتی میگیم 60 هرتز یعنی 60 FPS میتونه بهمون نشون بده. وقتی میگیم 120 هرتز یعنی 120 FPS میتونه نشون بده. پس دیگه تکلیفش مشخص شد. پس وقتی که گفتیم 60 هرتز مانیتورمون 60 هرتز یعنی میتونه 60 FPS بهمون نشون بده. خب حالا آقا میره سر بحث اصلیمون یا اون موضوعی که داشتیم. و اونم اینجاست که بچه‌ها میرن کامپیوتر میخرن، یا مانیتور آوردن مثلا 1080 فول اچ دی و 60 هرتز یا همون 60 اف پی اس بیشتر بهمون نشون نمیده. حالا میکنه عددش تغییر پیدا کنه بچه‌ها، ممکنه مثلا 70 هرتز باشه، 100 هرتز باشه یا هر چیز دیگه. موقعی که کامپیوتر گرفتن، کامپیوتر خیلی چیز قولیه دیگه، اما مانیتور یکم لنگ میزنه، یکم خنگ میزنه. کامپیوتر میاد به شما توی بازی مثلا تو هم رزولوشن 1080 که مانیتور قابلیت پردازش رو داره، میاد به شما مثلا 200 اف پی اس میده توی بازی. درسته؟ خب مانیتور شما بچه‌ها میاد میگه در واقع مانیتور شما بیشتر از 60 اف پی اس نمیتونه نشون بده. کیس کامپیوتر شما داره 200 اف پی اس میده، مانیتور 60 اف پی اس. خب این اف پی اس های اضافی، این 140 اف پی اس اضافی کجا میره؟ مانیتور موقعی که این اف پی اس اضافی میرسه یکم دست و پاشو گم میکنه، این فریم ها رو بچه‌ها پشت سر هم یکی از جلو برمی‌داره، یکی از فریم قبلی برمی‌داره، یه فریمو چند بار استفاده میکنه، تصویر به هم میریزه، پارگی به وجود میاد و کلا دیگه اصلا اون بازی قابلیت بازی کردن نداره و واقعا تجربهش به هم میریزه. برای رفع این مشکل با چیکار کنیم بچه‌ها؟ توی گیم‌ها، توی ستینگ گیم‌ها بچه‌ها برین تو خود بازی‌ها یه چیزی وجود داره بچه‌ها، یه یکسانساز در واقع میتونم بهش بگم به اسم وی سینک، یا یه اسم دیگه هم داره بچه‌ها توی بعضی از گیم‌ها به صورت کامل می‌نویسنش، مختصر نمی‌نویسن، به اسم ورتیکال سینک. بچه‌ها وقتی شما ورتیکال سینک رو فعال می‌کنین به کامپیوتر، مانیتور به کامپیوتر میاد صحبت میکنه، میاد میگه چی؟ میگه آقا من به فرض مثلا 60 هرتزم، من 100 هرتزم، 120 هرتزم، بیشتر از این تعداد نمیتونم اف پی اس نشون بدم. من 60 هرتزم، 60 اف پی اس نشون بدم. 120 هرتزم، 120 اف پی اس نشون بدم. تو که 200 اف پی اس نشون میدی به درد من نمیخوره، فقط همین 60 هرتز رو بهم نشون بده، همین 120 اف پی اس رو بهم نشون بده. خب در این صورت کامپیوتر شما میاد چیکار میکنه بچه‌ها؟ توانش رو میاره پایین و فقط همون 60 هرتز یا همون 60 اف پی اس که مانیتور رو پسش برمیاد نشون میده. گفتم این عدد تغییر میتونه بکنه دیگه. اگه مانیتور 144 باشه پس کیس شما میتونه 144 اف پی وقتی وی سینک رو فعال میکنه 144 اف پی اس بیشتر دیگه نشون نمیده. حالا بچه‌ها وقتی که
این حالت فعال میشه، خب پس دیگه مشکل رفع شد، این دیگه پارگی به وجود نمیاد، FPS بی خودی برای مانیتور فرستاده نمیشه، مانیتور دست و پاشو گم نمیکنه. اما موزل از کجا شروع میشه بچه‌ها؟ موقعی که توی بازی‌ها مخصوصا تایتل‌های خیلی تریپل ای، یعنی تایتل‌های خیلی خفن، وقتی که شما وارد بازی میشین بچه‌ها، یه بخشی وجود داره بازی خیلی ساده است، مثلا بیابون جای خاصی نیست، کاراکتر یا ام پی سی های زیادی وجود ندارن، به همین اف پی اس خیلی بالاست دیگه. و چون شما وی سینک رو فعال کردین دیگه اف پی اس تو همون محدوده هرتز مانیتور میمونه. اما مشکل کجا ایجاد میشه بچه‌ها؟ شما به کامپیوتر گفتین توانت رو بیار پایین، کامپیوتر داره با توان پایینش کار میکنه. این کامپیوتری که داره با توان پایین کار میکنه یه دفعه بازی وارد یه مرحله میشه که شما واسه وارد یه محیطی میشی، ام پی سی ها خیلی زیاده، ماشینا زیاده، دیتیل و جزئیات خیلی زیاد میشینه. در این صورت دیگه مثالات بیابون نیست و چه اتفاقی میفته؟ اف پی اس شما میاد پایین، دراپ میکنه و اف پی اس مثلا دیگه اگر روی 60 وایساده بود دیگه 60 نشون نمیده، میاد 40، میاد 30. توان کارت گرافیک خیلی بالاتر از این حالت ها بچه‌ها، ولی چون وی سینک رو فعال کردی میاد پایین. بعد وقتی وارد این محیط میشی دیگه دراپ میکنه، اف پی اس میاد پایین. حالا این حالت چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که تصویر بچه‌ها دچار لگ بشه، شخصیت شما جامپ انجام بده، مثلا این کاراکتر اینجوری میپرمش و بازی دچار گیر و لگ میشه و اصلا تجربهشو به هم میریزه. شما این همه پول سیستم دادین ولی بازی پر از گیر و لگه، در صورتی که این بازی واسه این سیستم اصلا عددی نیست و فقط به خاطر مشکل مانیتور دچار این مشکل شدیم. حالا راه حلش چیه بچه‌ها؟ توی مانیتورهای جدید و مخصوصا مانیتورهای گیمینگ، شرکت‌های مانیتور سازی با استفاده همکاری کردن، در واقع باید بگم که باش دو تا شرکت AMD و انویدیا یه سری یکسانساز یا سینک یا همسانساز در واقع بگم بهتره ایجاد کردن بچه‌ها که اینا میاد چیکار میکنه؟ با مانیتور میگه مثلا آقا به مانیتور میگه به مانیتور میگه که آقا مثلا این فریمی که قراره واسط بیاد اگر FPS اومد پایین، این فریمی که داره میاد، اون فریمی که داری نشون میدی یکم کشش بده، یکم کشش بده تا فریم بعدی میاد کنارش قرار بگیره و تصویر واسط صاف بشه. اوکی. شرکت AMD یه همسانساز ساخته به صورت نرم افزار بچه‌ها، اسمش هم گذاشته فری سینک و فری سینک همین کاری میکنه که گفتم. یعنی چی؟ یعنی موقعی که فری سینک رو فعال میکنین هم توی مانیتور هم توی چیز کارت گرافیکتون، باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه این تصویری که الان داره نمایش داده میشه تا تصویر بعدی بیاد، چون طول میکشه، یکم کشش بده مانیتور و این دیگه خرابی تصویر، این گیر و لگ دیگه براتون نشون داده نشه. پس چی شد بچه‌ها؟ این شد فری سینک توسط AMD درست شده بود و با کارت گرافیکای AMD هم همگام سازی یا در واقع همخونی داره بچه‌ها، نه با این ویدیو. حواستون باشه. این ویدیو چی بچه‌ها؟ این ویدیو یه چیزی ساخته به اسم جی سینک، دقیقاً همین فری سینک، همین کار فری سینک رو میکنه. اما این ویدیو چون یکم پولدوسه بچه‌ها، اومده اینو به جای اینکه مثل AMD بیاد به صورت یک نرم افزار و رایگان در اختیار سازنده‌های مانیتور بذاره، اومده به صورت یک قطعه درش آورده و به اونا میفروشه و اونا باید از شرکت انویدیا خریداریش کنن. پس وقتی اینو میخرن و توی مانیتورشو قرار میدن، درش قیمت هم میره بالاتر. پس مانیتوری که جی سینک نسبت به فری سینک، یعنی حتی اگر مشخصاتشون برابر باشه، جی سینک گرونتره، ممکنه حدود 5 تا 6 تومن گرونتر باشه. ولی بچه‌ها هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. جی سینک هم دقیقاً همین کار AMD فری سینک رو میکنه و هیچ تفاوتی نداره. جی سینک هم دقیقاً همینطور، اگه یه مثلا وقتی که FPS دراپ میکنه یه FPS رو میاد میکشه، یه فریم رو میکشه که تا فریم بعدی بیاد دیگه این گیر و لگه رفع بشه. فقط بچه‌ها باید دقت کنین موقعی که دارین مانیتور رو میخرین، حتما به این نکته هم دقت کنین بچه‌ها. اگر روی مانیتور نوشته فری سینک، پس باید کارت گرافیک باشه انتخاب میکنین حتما AMD باشه. و اگر جی سینک رو انتخاب میکنین روی مانیتور، یه چیزی به اسم جی سینک معمولا روی پایه یا گوشه پایین مانیتور نوشته میشه، یه برچسبی از سبز رنگی نوشته جی سینک یا فری سینک. اگر جی سینک بچه‌ها حتما کارت گرافیک انویدیا رو انتخاب کنید. چرا؟ چون اینا دقیقاً این شرکت‌ها این نرم افزارهای جی سینک و فری سینک رو دقیقاً با کارت گرافیک‌های خودشون هماهنگ کردن و اگر شما کارت گرافیک مخالف بگیرین دیگه این توانایی و این عملکرد دیگه ندارن. پس جواب این سوالی که بچه‌ها ممکن خیلی واسهشون پیش بیاد اینه که آقا من یه مانیتور دارم فری سینک، یه کارت گرافیک انویدیا گرفتم، آیا میتونم از این فری سینک روی انویدیا استفاده کنم؟ جواب اینجاست دوست عزیز من، نه. ممکنه بتونی فعالش کنی اما اون عملکردی که باید بده رو نمیده، پس یعنی انگار اصلا وجود نداره. پس موقع خرید حتما بچه‌ها به این نکته دقت کنید. کارت گرافیک
AMD حتما با مانیتور فریسینگ یکسانش کنین، براش بخرید مانیتور فریسینگ براش بگیرید و کارت گرافیک انویدیا هم حتما واسش مانیتور جی 5 رو بگیرید، هرچند که یکم قیمتش گرونه ولی به هر حال بیشتر میصرفه واسش. خب بچا اینم از این قضیه جی 5 و فریسینگ و وی 5 و چیزایی که باید میدونستین، چون موقعی که دارین کارت گرافیک میگیرین یا موقعی که دارین مانیتور میگیرین رو جلد و باکسشون این عبارات زیاد میبینین و کلی هم به کارتون میاد. حتما با بهش دقت کنین. گفتم توضیحاتو کامل گفتم، حتما کامل بهش دقت کنین توضیحاتی که گفتم و یاد نره بچه‌ها که ویدیو رو لایک کنین. این لایک شما باعث میشه که کلی به من انرژی بده، کلی واسه من حمایت محسوب میشه بچه‌ها، باعث میشه که بتونم واسه کانتنت خفن‌تر بسازم و کانال منو دوست داشتین سابسکرایب کنین، چون کلی ویدیو خفن دیگه در مورد قساوت کامپیوتر داریم، قرار به زودی منتشر کنیم بچه‌ها توی کانال. اونا هم کانال رو سابسکرایب داشته باشید که ویدیو جدید منتشر شد بذار رساله بشه و اونا رو هم ببینین و بیشتر نسبت به کامپیوتر و قطعاتش آگاه‌تر بشید. دوستاتون دارم بچه‌ها، عشق هستین و تا ویدیو بعدی که می‌بینمتون به این نکته خفن دیگه به آموزش میدم. مراقب خودتون باشین دوستان گل من و خدافظ.